به قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر رسید که روز 23 اکتبر سال 2022 تخمین ساعت 16:00 دقیقه به وقت محلی یک دختر 16 ساله ساکن دهه بدگه جماعت دهات شنگ در کنار شهر پنجکن در شمال جمهوری هنگام چهار واچرانی از بلندی تخمیناً 80 متر به زیر افتاده به هلاکت رسیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با نشر این خبر گفت سبب سرازیر شدن دختر 16 ساله دقیق معلوم نیست. جسد دختر و کارمندان مقامات حفظ حقوق پیدا کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده دختر نورس را تنها به چهار واچرانی فرستادن را بی مسئولیت نامیده گفت. ساکنان را بارها هشدار داده است که در روزهای بارانی و عموما در آستانه فصل سرد باید کودکان و نورسان را احتیاط نمود. وطن تنها به چهار واچرانی، غنچین ایزم، علف و گیاهای داروور فرستادن نابالغان خطر دارد.